عباس عباسه عباس کجا رفت؟ مرد بیا اینجا بیا بده که مردم بیا دیگه بله بابا چه کار شده؟ ها؟ مردم چرا بابا؟ نمیفهم دلم به درد ناب نرفت کوبسته که حال است تو چی؟ نمیتون چه کار شده خوب؟ ناب نرفت ناف شما رفته؟ الله بابا کو غوثالدین؟ من چه؟ سه کنین خاطر غوثالدین بره پیش ماما بچی ماما شامت گدیون بفهمیدین؟ پیش کی؟ پیش بچی ماما شامت گدیون گیلک خب اون ناف میگیره غوثالدین باش ما بیا از سایسته میتونم رادین نه نمیتونم رادین باش ما صدا کنم صدا الله işte الله ya algı bir hoş بابا بخیزید ساچ هسته بخیزید بابا کچ چه کار میزنی؟ بابا مریضه میفهمی چه کار میکنی؟ بور پیش گیلک که ناف اینا رو بگیره خوبه؟ بریم همین تا استایسته بریم بابا نمیتونم ما خودی با خونه کسی نیم استایسته بچیم بریم بابا بابا کوکو راسته کنه نمیتونم نگه همین تا زودی بور پیش گیلک ببره خوبه؟ بریم نگه بابا بگین اینجا وقت کنه بابا من برو خود شما بریم بابا گوش کن همین تا استایسته بریم بابا اگه خیلی وضعیت شما خرابه من برو نه تو دیگه نه زودی ببری خوبه؟ خب برو مامان نوروز شما چه کار شده؟ چه کار شده پیارتو؟ ناف اینا برفته ها چیز می سنگینی تبالا کردین؟ نمیفهم چی ورداشتین؟ یک گونه کای میدونم که افتخار کردم اینو بردم پیشگی ها بردم همینه دیگه ماما جو دیگه آدم گونی کار یک نفری به کفته خو میکنه آخی ماما بیایی ماما سر خود اینجا بگذاریم نه هیچ ببری چی همون ناف شما میگیرین دیگه ماما بخزین چطور نوف میگیری؟ بچه هم نوف میگیری نمیشه سر خود بگذاریم رو بالشت همین لافکونه رو برخو بیری کنیم بیری کنیم خب خونک میفهم بیری کنیم حال نه خب پس اینجا سر خود بگذاریم راسته بغلتیم خب پا خود اول کنیم ماما میگم ها چه کار میکنی؟ ماما جان ناف شما میگیرم نوف میگیرم صبر کنید شما اینا خیلی شما خب سر خود بگذاریم
بچه حال تکنولوژی آمده ما زمان قدیم فرق میکرد خدا بیامرزه بابومه یک وقتی که میگو انمینا از امو وقت بابو از 40 سال پیش میچوبا ماما جو حال که وسایل برقی آمده و برق کنه میگیرم همون زمان قدیم و همون چیزه خب دست خود ماما این دست خودی بر کنه او دست خود عوار کنیم به او بر خب واق بک نه ماما کلمای مگرم بخوره که از این بغلا خور بالا یاره بگذاریم سر خور چه کار ماما جو پیارمه تو کشتیمه آخه ناف شما برفته یا نه قبض خود پیار با تو بچه بگفتم به جای من ببر که بفهمی چی میفهمی خب همین گیله خود آدم شناختی بودن من بیاردم پیش می گیله بابا خودمی میفهم بخدارین دیگه که ناف چمار بگیره به شما نگفتم مختر بیجاره که بالا نکنه آفرین بیتر شد کمی ماما بیشتر ماما حال درد حالا که اگه خوبش بیتره خب ما که با شما میگم پیارمه دیگه صبر کنید اینا جمع کن دست خود بده ماما اینا شگومینه ماما نوروز بفهمیدین؟ بفهمیدم اینا شگومینه که اینا بعد میتشه خب پنج خلوه کنیم همین جگه لنگ چبلی سفیدی من بطر بیارن لنگ چبلی سفیدیه خب انا چی اینگه داره عمل بده چبلی گفتم ماما تو هم از ما دیونه تاری خیره برو پنجاه خلصه نکنی حالا نرم میشه درد نکنه گیلک درد نکنه کار کنی دردش نه درد درد کم شده خوبه الله خب صبر کنیم ماما آخر ثانیه آخره آخه اتک متک لولوچه لم شام پالونچه میخ ملخ شازاده اتک متک لولوچه لم شام پالونچه اتک متک لولوچه لم شام پالونچه میخ ملخ کناره تب توب کناره اشتنه ماما حالا که اگه خوب شدم بخول یلک خیر پیارمه دیگه قد تا بالا به دلمه خیلی. ای باشه تا دست آخر بچه سکو تو پیار خود که بردی چیز من کنم گفتم که می گیلک یاد داره تیار من میکنه میفهم دیگه خب خوب شد ما خوب شدم خیر بین بخزم دیگه پیارمه دیگه ما که خدای نکرده نقص به شما رو ودار ان تا خونه مرسه کن چیزا پرگل کردیم بیایم این بعد خود تکندیم خب الان این تکنیم ما مرسه کنیم به حساب چیز که رودا سه کنم رسته کرد خورد تیاره صحیح شد خوب. نه شکم من امی تکنیم یعنی درد نداره نه نداره خلاص
انشالله انشالله. خب بده ماما چند میشه گیل جو؟ گپی نیه نه ماما بازم. فدای سر شما ماما نه زنده باشه به خود بمرده بیدن غریب که بمرده. یعنی تیار شدی تیار شدم. اول شما گفتین که این کار خوبی نیه اینا همی چوبا سعی کنیم آخی اینا شگو مینه خوب. فهمیدیم ها جلوه میگرفت تا این پنجه خورتر میکردم من نختم برای ناف مسلمون از غلبه میشد اتش اونا اینا بیرون میشد اینا که هست به می چیزا که به کلمه به می مسیر فکر کنیم اینجا ناف مسیر ناف چکش که بخوره مثل یک آغازی وری خور بالا میندازه ایتنه نه بعد ریپی ماما خیر بینیم آنه یم سردی پا دایی باشه به شما بیارم دایی داره بده اگه نداری باش آه. دایی هم از شما از من خیر بینیم تشکر شما خیر بینیم بره بابا بنده باشه باشه یا الله یا الله گوش کنی که ما سگ گنده داریم شد سگ شما نگیره بیاین دقیقه استدین بابا تیار شد ها بابا تیار شد چیار شدم بابا الهی شکر گفتم برو بری عباس بگو امی زمارم بیار کو بشیم اینجا یه گبزی بابا گفتم ها برو بری عباس بگو خوب. امی زمار بیار نیمینی گوسفندار آوردم من چی کار دارم تو گفتن چه من بیاریم من بیاندم تو گفتم خیلی کار کردم اوره لیدی بابا تیار شدن آه بابا خمینان ببرک من گوسفندار آوردم گوسفندار مگم بچه از تو بیرون نکرده بخی آی تک چیزا کته ما کی میتونم ببرم بیا خودی ما ببرم هر که دوستنکین خودی همی بخی همی چی لگه کار ببرک بخی یعنی همین نا بابا گیلک گیره آی میته چیوا نمیده یاد نداشته ای میته میگو اندر منده چی شک هوشیار یک فرغون می آوردم فرغون می آوردم یک 5-6 تا ماما تا چه بیدو ماما گفته بیا برو بری عباس بگو خب برو فرغون بیار ببرک 5 تا بالا مخدر را برو همی تو کم کم خودی هم میبری ببر همه گوسفنده خوردم ببر همه چی لگه کار ببر اگه اینا اگه با بابا نگفتم تو بس داره اینا هم ببر خواه دارم میشته ببرم ببر فرغون بیار بالا باش که با بابا بگم نه ای که من بیکری خوشی تو 24 سال بگم تانی کجا بشی چای فرغون ناوردی؟ فرغون پنچر بیدم بگیر اگه نبور بگیر ما کار ندارم یک پیره تو ببره بگیر تو برو کلون منی تو مگارم ببری من خود تکا که اینا چوخ ده ببرم بابا گفتم بیلا که من بیکری خوشی بشی پیش گوسفنده بشی برو من گوسفندار میچرم برو 24 سال بگم تا کجا بشی که تو بیکار ششته بشی آه خواهد که خود تکیا خونم خب ایزی نکنم کلون چه ما کار کنم این پیش گوسفنده بشی وش برو من گوسفندار جمع میکنم برو گوشو که به سبزیا نره نمیره دیگه برو یا کله مور خراب کن چکی ها سبزیا چری میری بیا بستک چکی